رادیو زودی با همایون عزیزانی که پیوسته صبح خود را با خبرهای تازه از رادیو زودی شروع میکنند. شعله گلخوجه هستم که در روبروی شما قرار میگیرم باز در شروع یک صبح نو. امروز 6 آگوست است و در پراگ فعلا ساعت رسو 7 است و متناسباً در تاجیکستان ساعت 10 است و همراه با شما عزیزان میبینیم که خب در دو روزی گذشته و صبح امروز در دنیا چی میگذرد. البته چون همیشه شروع میکنیم از تاجیکستان که بعد گزارش شد درباره قطعی دسترسی به شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک در تاجیکستان، شرکت تیسل گفت که دسترسی به برخی از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به سبب کارهای فنی در پروایدرهای اینترنتی موقتا قطع شده است. با چنین مضمون روزی 5 آگوست مشتریان شرکت در تاجیکستان پیامک گرفتند. در پیام از این بیشتر چیزی گفتن نشده است، فقط از مشتریان برای صبوری اظهار سپاس کردند. از این پیش هم بعضی کاربران اینترنت می نوشتند که از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک و مسنجرها محروم شدند و کسی هم نمیگوید که سبب در چیست. اما در گذشته مقامات تاجیکستان دسترسی به شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک را بعد نشر انتقاد زیاد و یا جلوگیری از پخش شدن خبری مهم محدود کردند. و رو میاریم به خبری دیگر. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند که خویشاوندان شبنم خدای داد و یک فعال جمعیتی را در لهستان پناهنده است به سبب کمبودی در سندهایشان از هواپیما خارج کردند و آنها میخواستند به شهر الماتا پرواز کنند. گل جمیلمو خدای داد و 65 ساله و فاطمه دولت و 10 ساله ساکنان شهر کلوب را روز 4 آگوست به هواپیمای خطسیر دوشنبه الماتا راه ندادند. خودی مادر 65 ساله گفت که با رادیو آزادی صحبت داشت و گفت در فرودگاه دوشنبه بعد سپردن بار و اجرای تمام مقررات آنها را در گذرگاه مرزی نگه داشتند و گفتند که نمیتوانند به هواپیما سوار شوند. در سند رسمی که مقامات انتظامی تاجیکستان در فرودگاه ثبت کرده و نسخه آن را به دست مادر شبنم خدای داد و دادند آمده است که مسافران به سبب آنکه در روی خط افرادی مورد جستجو قرار دارند از هواپیما برکنار شدند. در این سند همچنین آمده است که به مسافران سبب‌های به عبور دولتی اجازه داده نشدند و از خط سیر برکنار شدنشان فهمانده شده است و آنها باید در حجت‌هایشان آن کمبودی‌هایی که هست آن را اصلاح کنند. اما به قول گل جمیلمو با آنها واضح نگفتند که کمبودی ها و یا نقصان در صنعت ها چی هست، ولی او افزود که طوری به خودش گفتند امنیتی کلوب آنها را در روی خط سیاه وارد کرده است، برای همین آنها را نگذاشتند که از تاجیکستان پرواز کنند. خب عین چنین سند را به فاطمه 10 ساله هم دادند، هرچند زیر آن مثلا بیبیش امضا گذاشته است و مسئولیت هم برای این نبیرش او برداشت دارد. خب تا حالا برای آزادی میسر نشد که نظر مقامات را درباره سبب‌های راه ندادن خویشاوندان شبنم خدای داد را به هواپیما بگیرد و خود شبنم میگوید که مقامات امنیتی تاجیکستان به مادرش فشار آورده به او میگفتند که فرزندش بدخواه تاجیکستان است و شبنم خدای داد و که 2 سال پیش عضو گروه 24 یک سازمان ممنوع در تاجیکستان بود به تاسیس گروه افراطی متهم می شود. خودی او روز 5 آگوست به رادیو آزادی گفت که دیگر به هیچ گروه سیاسی در خارج از جمله گروه 24 به حزب ممنوع نهضت اسلامی ارتباط ندارد و حالا درس حقوق میخواند و میخواهد که در آینده از حقوق دیگران حمایت کند. خب رو میاریم به خبرهای جهانی. امریکا نقشه دارد که یک بسته نوی تحریم بر ضد ایران را امروز اعلام کند. تخمین می شود که محدودیت مربوط با پول در سرخط این تحریم ها قرار بگیرد. کاتب دولتی امریکا مارک پامپئو به خبرنگاران گفت که تحریم هایی که بعد از خروج امریکا از سازشنامه برنامه هسته‌ای سال 2016 لغو شده بودند از نو روی دست گرفته می شوند. خب در رو به واشنگتن از سنگاپور پامپئو گفت اعلان این تحریم ها 6 آگوست صورت می گیرد. او تفصیلات بیشتری از این را نداد، ولی بعضی منصبداران آمریکایی گفتند که سر از صبح 7 آگوست یعنی سر از فردا فروش پول آمریکایی به حکومت ایران منع می‌گردد. آنها علاوه کردند که تحریم ها به ساحه‌های مختلف صنعت و صادرات از جمله صادرات قالین‌های معروف ایرانی جاری می‌شوند. در پاکستان باشد پلیس این کشور در شمال این دولت 17 نفر را با اتهام آتش زدن مکتب‌ها بازداشت نموده است. فیض‌الله فراق سخنگوی منطقه گیلگیت بالتیستان 5 آگوست به رادیو آزادی گفت که عملیات شب شنبه شروع شد و تا هنوز به پایان نرسیده است.
در جریان بازداشت متهم‌ها یک افسر پلیس و یک گمانبر به قتل رسیدند. روز 4 آگوست جنگجویان 12 مکتب دخترانه و مشترک را در منطقه گیلگیت بلتیستان آتش زدند. هنگام سوختار خوشبختانه در این مکتب‌ها کسی نبوده است و تا هنوز کسی هم مسئولیت آتش زدنی را بر دوش نگرفته است. گیلگیت بلتیستان منطقه دوردست کوهی در مرز با چین و افغانستان قرار دارد. خب حالا باز برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید در نتیجه یک صدمه نقلیاتی در نویه دنقره 3 دختر نابالغ به هلاکت رسیدند. خب وزارت روز آخر هفته گذشته با نشر یک خبری رسمی گفت حادثه روز 3 آگوست به وقوع پیوسته است و راننده 32 ساله که 3 نابالغ در ماشینش بودند جراحت برداشته است. با گفته وزارت زرابیدین خدیروف هنگام حرکت در راه در جماعت پوشینگ دنقره ضمن رانندگی در ماشین سبکروی اوپل به خطاگی راه داده است و با ماشین بارکشی گاز 53 برخورده است. ماشینش به داخل کانال می افتاد. در نتیجه این فلاکت 3 دختر 14 12 و 10 ساله از نویه دنقره به هلاکت رسیدند. مقامات سبب های فلاکت را تحقیق می کند و باید گفت که در تاجیکستان در پی صدمه های نقلیاتی سالانه صدها نفر هلاک می شوند و هزارها تن دیگر جراحت می بردارند. یک خبر خوب هم هست. اولین گروه زایران تاجیک به عربستان سفر کردند. به اطلاع کمیته عاید به کارهای دین دیروز گروه 180 نفری زایران تاجیک برای ادای مراسم حج عظیم عربستان سعودی شدند. این نفران گروه نخستین تعدادی بیش از 6000 مسلمانان تاجیکستان است که امسال در این مراسم شرکت میکنند. در سال جاری نرخ سفر حج 33410 سومانی مقرر شده است و باید گفت که 50% زایران از تاجیکستان را شرکت‌های هوایی تاجیک و باقی مانده را شرکت‌های هوایی عربستان سعودی انتقال میدهند. ادای مناسک حج از 25 تا 30 روز ادامه می‌یابد. و یک خبر دیگر که نشر نواری اعلان بیعت یا صداقت 4 جوان زیر رهبری یک جوان 34 ساله به داعش که قبل از حمله به سیاحان خارجی ثبت شده است جامعه تاجیکستان را تکان داد. عکس و نوارها با تصویر جوانانی که در هم رسانه های داخل و خارج چرخ میزنند و عضو یک حلقه گروهی به نام دولت اسلامی معرفی شدند. سوالهای را حل کرد که چگونه این چند جوان نوخط بیرون رفته از کشور به تروریست تبدیل یافتند. در عکس اکثرا بچه‌های تصویر شدند که هنوز 18 و 19 ساله هستند و یک دو سال پیش مکتب را ختم کردند. نزدیکان این جوانان در صحبت با رادیو آزادی گفتند آنها هنوز کودکند و برای فریب به این راه رفتند. یادآور میشویم که حمله مرگبار به 7 جوانگرد خارجی که روز 29 ایول در نویه دنقره رخ داد 4 کشته و 3 نفر را مجروح به جان گذاشت. سیاحان خارجی که شهروندان امریکا، هلند و شویسریا بودند زمان مورد حمله قرار گرفتند که سوار ولسپید از حدود نویه دنقره عبور میکردند. و بیننده عزیز تشکر میگویم که چند دقیقه خودتون را با ما بخشیدید و با سرخط خبرهای دیگر تاجیکستان جهان بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم شما را منتظر میشویم.